وزیر امور خارجه کشورمان که در رأس یک هیئت سیاسی اقتصادی به کابل سفر کرده بود، دیدارهای فشرده‌ای با مسئولان حکومت سرپرست افغانستان داشت. نخستین برنامه آقای عراقچی در کابل نشست با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان بود. سفر خیلی مثمر بود به نظر من. مسائلی که لازم بود همه بحث شد، هم مسائل اقتصادی هم مسائل سیاسی. دیدار با رئیس الوزرای حکومت سرپرست افغانستان از دیگر برنامه‌های آقای عراقچی در کابل بود. حقابی ایران از رودخانه هیرمند و اتباع غیر مجاز از جمله مهمترین موضوعاتی بود که آقای عراقچی در این نشست عنوان کرد. وزیر امور خارجه کشورمان بر تشکیل یک کمیته فنی بین دو کشور در موضوع حقابی ایران از هیرمند و تدوین طرحی برای بازگشت اتباع غیرقانونی به کشورشان تاکید کرد. آقای عراقچی همچنین گفت در کنار تأمین امنیت مردم افغانستان، تأمین امنیت شیعیان این کشور و زبان فارسی برای ایران مهم است. رئیس الوزرای حکومت سرپرست افغانستان هم گفت به وزارتخانه‌های زراعت و آب دستور داده است تا در موضوع آب و معاهده هیرمند با جمهوری اسلامی ایران همکاری شود. ملا حسن آخوند گفت اگر معاهده هیرمند هم بین ایران و افغانستان نبود، افغانستان اگر یک قطره آب داشته باشد با ایران شریک است. آقای عراقچی پس از این نشست با سرپرست وزارت دفاع افغانستان دیدار کرد. امنیت مرزها از جمله دستور کار این دیدار بود. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه به بازار شهر کابل رفت و در رستورانی چای با طعم لیمو و عسل میل کرد. دیپلماسی رسمی و خشک قبلی این روزها بدون دیپلماسی عمومی نمیتونه کاربرد مناسب داشته باشه. دیدار با اعضای شورای علمای شیعه افغانستان از دیگر برنامه‌های آقای عراقچی در کابل بود. در این دیدار هیئت علمای شیعه افغانستان گسترش روابط بین ایران و افغانستان را به نفع دو کشور عنوان کردند. ملاقات‌های بسیار خوبی بود به نظر من. یک اراده‌ای در طرف مقابل برای حل چالش‌ها، حل مشکلات وجود داره و ما در مورد راهکارها صحبت کردیم، در مورد اینکه چگونه میتونیم منافعی رو که برای دو کشور متصور هست رو تامین بکنیم. آخرین برنامه وزیر امور خارجه کشورمان در کابل حضور در جمع تجار و بازرگانان افغانستان و بررسی فرصت‌های تجاری بین دو کشور بود. مسئولان حکومت سرپرست افغانستان سفر این هیئت را فصل جدیدی در تاریخ روابط ایران و افغانستان عنوان می‌کنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.